باید گفت که در طول بگیم که ماها انسان میتواند که بنابر سبب کم حرکتی یا که بسیار استعمال نمودن موادهای غذایی وزن زیادتی در انسان پیدا شود که و از این وزنهای زیادتی بیرون برآمدن مست در وقت روزه گرفتن میتواند که مساعدت نماید چون که ما خوب میدانیم که وزن زیادتی فربهی این عامل‌های میباشد این شرایط میباشد که برای پیدایش هر گونه بیماری‌ها آورد نمیرساند برای او شخصانی که مثال وزن زیادتی دارند فربهی دارند گرفتن روزه به منفعت است چون که ویا در این مدت میتوانند که او وزن‌های زیادتی او چرب‌های زیادتی که در ارگانیسم انسان بگیم که جمع آمده است از این خلاص شود ارگانیسم در دوامی روز استعمال نمیکند یگان موادهای غذایی و معده انسان که از بس که در این مدت بگیم که خالی میشود و خصوصا در وقت شام استعمالی بگیم که موادهای غذایی که خیلی سبکند یعنی که چربا در آیا کم است گیداکربنات ها در وای یعنی که خیلی میگیم انگشتاب ها در وای باید کم است باید خودداری کرد و مقدار کمی غذا باید استعمال نمود با کدام خاطر با خاطره که معده انسان چهره که گفتیم در دوام روز وای که خالی هست وقتی که ما استعمال یگان مواد غذایی سیروغن یا که بیرون شدگی استعمال میکنیم و امکانیت یعنی که حل کردن همانش شرایط حل کردن همگونه مواد غذایی را ندارد و باید قید نمود که بیشتر ما با میوه و سبزیجات اون سبزیجات هایی که بیشتر جوشانیده میشوند چون که برای ارگانیسم انسان تازه کردن ارگانیسم انسان خیلی منفعت آور است و ما باید خودداری نماییم که از هر گونه موادهای غذایی که خمیری هستند به مانند سمبوسه منتو و دیگر نمادهای غذایی که در ما خیلی زیادن از خمیر استفاده میبرند ما باید از اینا خودداری کنیم چون که حل این گونه موادهای غذایی خیلی مشکل است گرفتن با کدام طایفه آدمان من است و البته امروز مردم خوب هم از نقطه نظر اسلام و هم از نقطه نظر علمی معین کرده شده است که با همه بگیم که شخصان یعنی که گرفتن روزه معمول نیست درست نیست چون که ما گفتیم در اول با اون شخصانی که در حقیقت به این نیاز دارن یعنی که حتما باید روزه گرفتنشون لازم چون که هم وزن زیادتی دارن هم بسیار آدما علامت های فربهی دارن اینا با منفعت کارن و او زنهایی که حامله دار هستن او زنهایی که مثال با کودکان خود شیر میدهند یعنی که زنهایی که بله وایها کودکان نورسان و شخصانی پیرانسال که خیلی بگیم که کم قوت هستند و او شخصانی که گرفتار بیماری ها هستند بیماری های دل قند و به این مانند بیماری ها البته گرفتن روزه جایز نیست این از نقطه نظری طب موافقت نمیکنه چون که ما مسائل های تست تیار که در وای در روغن هایی که چند مراتبه تیار کرده شده است و بعد آب های گازناک که ما استفاده میبریم در وای مقدارهای قند خیلی زیادن و بعدا دیگر نمودهای بگیم که من همون قند استفاده میبرم که آب های گازناک شیرین به سلامتی انسان منفی یعنی که تاثیر منفی میرساند ما باید از این خودداری کنیم نه تنها در وقت روزه ما باید دائم منتظم در تمام فعالیت خود از این گونه محصولات هایی که تست تیارند یا که در بگیم که محصولات هایی که یگام کفالتی به خطری و یا داده نمیشه و در کوچه ها بسیار سودا میشود اون موادهای غذایی که معلوم نیست که استحصال کرده است که مهلت استعمال وی است ترکیب وی از چی عبارت است و او شخص فروشنده کفالتی به خطری محصولات داده نمیتواند و باید حتما خودداری کنیم و در ماه شریف رمضان بیشتر و او شخصانی که بگیم که سلامتی خود را عزیز می‌دارند و می‌خواهند که صحت سلامت باشند عموما در دوام فعالیت حیاتی خود از این گونه محصولات باید
دستگیری کنند. چلی که در اول گفتیم ما میوه و سبزیجات و هر گونه مواد غذایی وطنی خیلی زیاد داریم. ما باید از اینا استعمال کرد. نه از اون چیزهایی که در ترکیبشون اون مواد غذایی که میتواند نه تنها برای افزایش انکشاف عقلانی و جسمانی انسان بلکه برای به خطر انسان خیلی خطرناک هستند. ما باید از این چیزها باید دستگیری کنیم.